بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. حلول سال نو و فرا رسیدن روز نو در شب قدر برای همه ایرانیان در وطن و بیرون از وطن در هر جای جهان و همه همسایگان و مردمان قلمرو نوروز در منطقه را گرامی می‌دارم و آرزوی صلح و دوستی و شادی می‌کنم بر همه هم میهنان عزیز که پای سفره 7 سین در خانه یا در محل کار و مأموریت خود نشستند، در کنار خانواده یا دور از خانواده. درود می‌فرستم. نوروز و شب قدر دو پرتو از یک نور و دو جلوه از یک حقیقتند. حقیقت تحول و نور تغییر که در تقدیر ما رخ می‌دهد. قرآن کتاب زندگی است، کتاب خارج کردن انسان‌ها از تاریکی به نور، از جهل به روشنایی، از نخوت و سستی به تلاش و پویایی و استقرار حق و عدالت در جامعه است. و امروز با همه مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجهیم، در شب‌های قدر باید تصمیم بگیریم که در هر جا و هر جایگاهی که هستیم روند و مسیر را در جهت آن تغییر خواهیم داد و آن وقت قرآن برای رسیدن به آن راهنمای ما خواهد بود و تمام ملائکه و روح با ما خواهند بود تا زمانی که پرده سیاهی را بدریم و به فجر و روشنایی برسیم. نوروز نیز با همین نگاه روز نو و فصلی تازه در مقابل ما خواهد گشود و همان گونه که در دستور مولا علی علیه السلام به مالک اشتر آمده است: لا تنقص سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیه الرعیه. سنت های نیکو را که بزرگان امت به آن عمل می کنند و مردم با آن حالشان خوب می شود و سبب نزدیکی و همبستگی و دوستی مردم می شود را نشکن. و بیشک نوروز یکی از این سنت های نیکوست که از تاریخ ایران آمده و آیین اسلام آن را تأیید کرده است. ما در این شبها بیدار میمانیم تا با پالایش روح و جان خیش انسانی تازه شویم و در روزی نو به قدر مقدر به تقدیر خیش برسیم. اما قدر ما و وطن ما اینجا که ایستادیم نیست. قدر و تقدیر ما بالاتر و والاتر از وضع امروز ماست. شب قدر شب باشکوهی است. از یک سو شب شادی معنوی ناشی از شنیدن صدای خدا و نزول کلام الله و قرآن مجید است و از سوی دیگر شب سوگ شهادت مولای متقیان علی علیه السلام که صدای عدالت انسانی بود. او که برای وحدت 25 سال سکوت کرد و برای برپایی حکومتی عادلانه تلاش کرد و نهایتاً شهید عدالت شد. اما عدل علی به آن حد بود که در هنگامه شهادت هم فرمان داد که با قاتلش با عدالت رفتار کنند و به قول شهریار به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون و اسیر کن مدارا. دنیا و انسانیت همیشه تشنه چنین عدالتی بوده است و این گمشده فطرت انسان است. هموطنان عزیزم، در سالی که گذشت همه ما سختی ها و مرارت هایی را از سر گذراندیم. یاد رئیس جمهور پرتلاش و خستگی ناپذیر، شهید رئیسی عزیز و جمعی از خدمتگزاران و همراهان ایشان و رهبران برجسته مقاومت را گرامی می‌داریم و یاد همه شهدای غزه و لبنان و زنان و مردان و کودکان بیگناهی که توسط رژیم نسل کش و با پشتوانه قدرت‌های مدعی حقوق بشر به خاک خون کشیده می‌شوند را نیز عزیز و بزرگ می‌داریم. ما در آغاز چرخش دوباره ایام قدر خیش را برتر و بالاتر و با عزت‌تر از اینی که داشته ایم رقم خواهیم زد و مصممیم که با همدلی و همبستگی ایران عزیزمان را با اعتقاد و باور خیش و با اراده و عزم شما مردم عزیز به دور از زشتی و پلیدی ها و بی‌عدالتی ها ترسیم کنیم و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. مردم عزیز ایران،
من مشکلات تورم گرانی ها را با تمام وجود درک میکنم و برای مقابله با این مشکلات موجود قطعا راهی پیدا خواهیم کرد و با همراهی و مشارکت همه مردم عزیز ایرانمان بر آنها غلبه خواهیم کرد. مسائل مربوط به معیشت و سلامت و آموزش و مسکن مردم عزیزمان اولویت ما خواهد بود و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که تغییرات اساسی در آنها ایجاد نماییم. ما مصمم به تغییریم. ادامه مدیریت و زندگی با روش گذشته به معنی بدتر شدن و شدت بخشیدن به ناترازی هاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر می‌خواهیم این وضعیت ادامه پیدا نکند، باید مسیر اصلاح را در تمام امور ناترازی ها با کمک کارشناسان، متخصصان، دانشگاهیان، نخبگان و اقتصاددانها و اهالی فرهنگ و اصحاب رسانه و همراهی و مشارکت یکایک مردم عزیزمان در پیش بگیریم. این ماییم که خواهیم توانست آینده‌ای روشن و ملتی سربلند برای خود و فرزندانمان بسازیم. این ماییم که خواهیم توانست با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمند و توانایی‌های کم نظیری که در میهن عزیزمان وجود دارد، ایران را به قدر و منزلتی که شایسته هست برسانیم. این ماییم خواهیم توانست با وحدت و انسجام ملی و یکپارچگی قدرت بیمانند و خلل ناپذیری بسازیم که یارای مقابله با سخت‌ترین امتحانات و گذر از کوران حوادث را داشته باشد و باید در این شب قدر با خدای خویش و با همدیگر پیمان ببندیم که هیچ بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض و نابرابری را نپذیریم و برای تحقق این تصمیم با تمام وجود تلاش کنیم. ما از ابتدای استقرار دولت موضوع سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی را یک اولویت مهم در نظر گرفتیم. من شخصا این امر مهم را پیگیری کردم. ما نیازمندان هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری فراهم کنیم. در پرتو توسعه سرمایه گذاری است که تولید جان میگیرد، اشتغال افزایش مییابد، معیشت مردم بهبود پیدا میکند و کشور پیشرفت میکند. رهبری معظم انقلاب همواره مشوق و حامی سرمایه گذاری و مشارکت فعالتر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بودند و در نامگذاری سال جدید نیز به این موضوع مهم تأکید فرمودند. ما برای رسیدن به اهداف بلند کشورمان و چشمانداز ارائه شده از سوی رهبر عزیزمان نیاز به تغییر نگاه، وحدت و انسجام داخلی و اجتناب از چند قطبی شدن داریم و صد البته داشتن ارتباطات سالم در همه زمینه‌ها با کشورهای همسایه در اولویت اول ما و سپس با تمام کشورهای دنیا برای برپایی دنیایی مملو و صلح و برادری، انسانیت و به دور از وحشت و قتل عام و کشتارهای وحشیانه جنایتکاران و ستمگران مطلوب ماست و برای این هدف در طی روزهای سال نو تلاش خواهیم کرد که دائم نو به نو شویم. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. ما در این روز نو و در این شب قدر ان شاء الله سالی نیکو را رقم خواهیم زد و برگی نو از تاریخ ایران را خواهیم گشود. سرافرازی ایران و همه ایرانیان آرمان ملی ماست. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد.